شرکت یک تاکسی با نشر یک اعلان با عکس جنایتکار در صفحه‌اش در اینستاگرام اعلان کرد که برای معلومات درباره نفری که بر راننده این شرکت ضیاءالدین بیکوف حمله آورده او را به چند ضرب کار زخمی کرد 30,000 سومانی جایزه تعیین کرده است. در اعلان یک تاکسی که 19 فوریه سال 2024 نشر شد چنین گفته شده است: شرکت یک تاکسی برای پیشنهاد نمودن معلومات وابسته به شخصی که بر راننده شرکت ضرر وزنی جسمانی رسانیده است در حجم 30,000 سومانی قدردانی می نماید. مخفیت خبردهنده کفالت داده می شود. آنهایی که درباره شخصیت این نفر در عکس نشان داده شده معلومات دارند می توانند به رقم 111 به شرکت یک تاکسی خبر دهند. مکافات به کسی داده می شود که معلومات رسانده‌اش به بازداشت جنایتکار مساعدت کند. مقامات کارهای داخلی اعتراف کردند که طول جستجوی جنایتکار نتیجه نداده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده در نشست خبریش گفت در رابطه با این حادثه 8 نفر را همچون گمان بشونده دستگیر کرده عکس‌هایشان را به جبر دیدن نشان دادند ولی او آنها را نشناخت. ضیاءالدین بیکوف ساکن 23 ساله دوشنبه که یک پسر خانواده بوده تازه تیر ماه سال 2023 ازدواج کرده بود و همگی 4 ماه باز در شرکت یک تاکسی کار میکرد. صبح 15 ژانویه سال 2024 در محله یکچنار پایتخت مورد حمله قرار گرفت. به گفته پدرش مراد بیکوف که او هم تاکسی میراند، یک مشتری از محله حیات نو از نزدیکی طرفخانه بختاریان به ماشین ضیاءالدین نشسته اول تا نزدیکی رامسر و سپس تا یکچنار رفته است. راهکرا تا اینجا 37 سومانی شده است. وقتی که راننده از او پول روش را تقاضا میکند، مشتری که در کرسی قفو نشسته بود ناگهان با کارت حمله کرده به قسمت راست گردن 5 ضربه و به هر دو دستان ضیاءالدین کارت میزند. بعد فرار حمله‌گر راهگذران ماشین یوری تاجیلی را دعوت کرده راننده تاکسی را به بیمارخانه قریه بالا میرسانند. ضیاءالدین بیکوف 10 روز در این بیمارستان طبابت گرفت ولی از بس که قاتل رگ ارتری و دیگر رگ‌های عصب و خونگرد را از طرف راست بریده است، چشم و دست راست ضیاءالدین از حرکت باز ماندند. والدان ضیاءالدین بیکوف برای ادامه طبابت پسر یگانه‌اش مجبور شدند که خانه خود را که در قبط پنجم یک بنای 5 قبطه در محله سابق جماعت چوریکاران در کنار شمال و غربی پایتخت به فروش بگذارند. برای طبابت و به پا خیزاندن پسرم پول لازم است. ما مبلغ ذخیره نداریم، مجبوریم که خانه رو فروخته پسرمان را طبابت کنیم، گفته بود پدر ضیاءالدین. آنهایی که میخوان به این خانواده کمک کنند میتوانند به رقم حساب بانکی در دوشنبه سیتی کمک خود را ارسال کنند.